آقا یه نکته راجع به شفافیت قیمت گذاری. ببینید من سر این که حالا تازه این دستیار رو راه انداختم، عملا این سیستم هیچ سودی به نفع من نداره. میدونید چرا؟ ببینید کلی ابزار تو این سیستم هست که تمامی ابزارها قیمت گذاریش، حالا اونایی که با API کار میکنه، API Open AI یا هر هوش مصنوعی دیگه، اون یه مصرف توکنی داره دیگه. من دقیقا همون اندازه رو یه ذره کمتر ازتون میگیرم. بقیه ابزارهایی که ریکوست هوش مصنوعی نیست همش رایگانه، مثلا تحلیل سئو یا مثلا سایت تست نفوذ یا حالا هر چیز دیگه. در رابطه با این موضوع مصرفتون ما یه چیز داریم به اسم میزان مصرف توکن که تو اینجا ناکام معمولا شفاف سازی قیمت رو کردم. آقا هر 1000 توکن معادل $4 توکن اوپن ای آیه. الان دلار 100,000 خورده ایه. من 1000 توکنم چقدر گذاشتم؟ 359,000 تومان. این ریال حالا قیمتش، یعنی عملا یه ذره کمتر. سر این که من یه سری مشتری بگیرم، یعنی عملا دارم یه سری ضرر میدم. این کسایی که حالا اومدن دارن با ربات کار میکنن، حالا هر کسی که از این به بعد جدید بیاد، قیمتی که من دارم بهشون میدم خیلی خیلی پایین‌تره. که این حالا مثلا من میخوام هولوش 1 سال این قیمت رو همینجوری نگه دارم که حالا تو این 1 سال، یعنی این اون هزینه خورده‌ای که کم شده برای شما تخفیف شده و عجیب خودم میدم. یعنی شما عملا نه تنها هزینه بابت ربات نمیدید یا اصلا موارد دیگه ای نمیدید، فقط هزینه توکن اون موارد مربوط به API های مختلف رو میدید، اونم کمتر. مثلا دلار 100 خورده ای، مثلا من دلار 99,000 تومان با شما حساب کردم که میگم این به خاطر بیشتر جذب مشتریه. اینم حالا نکته‌ای بود که در رابطه با شفاف سازی قیمتا باید میگفتم.